تو این ویدیو می‌خوایم عضلات همسترینگ و حرکات مربوط به هر عضله رو با هم بررسی کنیم. همسترینگ شامل 4 بخش میشه. اولیش سره کوتاه عضله دوسر رانی هستش و تنها عضله پشت ران هستش که به مفصل هیپ وصل نمیشه. پس فقط وقتی که زانوها رو خم می‌کنیم این عضله تمرین داده میشه. پس پشت ران دستگاه نشسته و پشت ران دستگاه خوابیده تمرینات مناسبی برای این عضله هستند. البته برای هر سه عضله پشت ران دستگاه نشسته تمرین کارآمدتریه. حالا برای پشت ران دستگاه نشسته 3 حالت داریم. اگه انگشتان به سمت خارج به چرخن بخش خارجی عضلات پشت ران یعنی عضلات دوسر رانی بیشتر درگیر میشن. اگه انگشتان به سمت داخل به چرخن بخش داخلی عضلات پشت ران یعنی نیم وتری و نیم قشایی بیشتر درگیر میشن. اگه انگشتان به سمت بالا باشن همه بخش‌های پشت ران به صورت یکسان درگیر میشن و باید بیشتر روی انجام این حالت تمرکز کنید. و در آخر عضلات همسترینگ رو میتونید به صورتی که از مفصل هیپ خم شده باشید تمرین بدید. برای این حالت ددلیفت پا صاف از کارآمدترین تمریناته. در اجرای این حرکت زانوها رو تقریبا صاف نگه